پست قبلی در مورد سختگیری بیش از حد والدین گذشته و سختگیری بیش از حد والدین امروزی صحبت کردیم. اما راه حل کجاست؟ سبک فرزندپروری قاطعانه جای میان این دو سبک. من اگه یک والد مستبد یا خشمگین باشم، زمانی که بچم میبینم داره توپو به سمت تلویزیون پرتاب میکنه، همون موقع با اولین کار مجازاتش میکنه. برای چی این کارو کردی؟ مگه اینجا جای پرتاب کردنه؟ برو توی اتاقت و به کارهای بدت فکر کن. این توپو ازت میگیرم و دیگه بهت نمیدم. دیگه حق نداری توپ بازی بکنی. اگر والد سهلگیری باشم، احتمالاً همینجور که روی مبل لم دادم با یک لحنی که اصلاً هم قاطع نیست به کودکم میگم مامان جان عزیزم توپو به سمت تلویزیون پرتاب نکنی یا تلویزیون میشکنه. آفرین قشنگم این کارو نکنی یا. لحن اصلا قاطع نیست. اگه بخوام قاطع باشم از قبل قانون رو بهش گفتم. توی خونه توپ بازی نمی کنیم، به سمت تلویزیون توپ پرتاب نمی کنیم. اگر این کار انجام دادی دوبار بهت هشدار میدم. اگر تکرار کردی انتخاب کردی که توپ ازت بگیرم. وقتی که انجام داد قانون رو یادآوری کنید. مامان جان توپ برای پرتاب کردن توی خونه نیست، نباید به سمت تلویزیون پرتاب بکنیم. اگه تکرار کرد حتما توپ ازش بگیرید تا با پیامد رفتارش روبرو بشه.